سبحان الله. تواضع زیبنده عبده، کبریا و عظمت و بزرگی و جلال رضا و ازار رب العالمینه، لباس رب العالمینه. رب العالمین میگه هر کسی در لباس من که کبریاست با من منازعه بکنه اونو نصفش میکنه. نگاه نکنید 4 روزی داره میبینید بعد از حکام در دنیا چطوری ادعای خداوندی میکنه. داستان نمرود رو شنیدید، داستان فرعون رو شنیدید که دیگه فرعون به بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. اول یک ذره اعترافی به اون خدای موسی کرد، ولی گفت من برترم از خدای موسی. سبحان الله. ولی تو دوم شیطان وسوسش کرد که اصلا بگه چه نفی بکنه، گفت ما علمت لکم من اله غیری، اصلا من غیر از خودم برای شما الهی خدایی نمیشناسم. سبحان الله. خداوند همون جوی آبی که از زیر قصرش میرفت و پوز میداد میگو و هذه الانهار تجری من تحتی، رودخانه‌ای که خداوند ایجاد کرده روان کرده میگه مال من، زیر پای قصر من داره رد میشه. خداوند رودخانه را که زیر پاش میرفت عروس سرش برد. سبحان الله. وقتی که رودخانه از روی سرش رد شد فریاد زد که الان من ایمان میارم به همون خدایی که موسی و بنی اسرائیل ایمان داشتن. گفت الان دیگه خیلی دیر شده، ما فقط جسد تو چه بدن تو امروز نجات میدیم که درس و عبرتی باشه برای هر خدانمایی که و فرمان روایی که ادعای خداوندی میکنه و ظلم میکنه و مردم رو ذلیل و خوار میکنه. حکام متوجه باشن اینا بندگان خدا، خدا نسبت به بندگانش غیرت داره. رامسیس دوم همین فرعونه، جسد مومیاییش هست. آخرین نفری که از قوم بنی اسرائیل از پیروان موسی از رودخانه رد شدن، از نیل رد شدن، وقتی عصاشو زد چوب بعض موقع چه کارایی میکنه. سبحان الله. اینا وقتی وصل میشه به نیت ما و توکل ما وصل میشه به بالا، اصلا دیگه هیچ چیزی چاره تو نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه در مقابل تو علم بشه. این توکل و نیت رو داشته باشید. کارهای عجیبی میکنه این توکل. قدرت انسان مؤمنی که به خدا وصله